درود به نوبتی دیگر از برنامه چالش خوش آمدید. من محبوب مرادی هستم، میزبان شما در این نوبت از برنامه. شاید بتوان انقلاب اسلامی رو یکی از برجسته ترین نقاط عطف مهاجرت از ایران در قرون گذشته در نظر گرفت. از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون میلیون ها ایرانی کشور خود رو ترک کردند و ساکن کشورهای خارجی به ویژه کشورهای غربی شدند. بسیاری از ایرانیان از طریق مهاجرت و بسیاری دیگه هم از طریق پناهندگی تونستند اجازه اقامت در کشورهای خارجی رو به دست بیارن. در این بین اما پناهجویان ایرانی با مشکلات بسیار روبرو هستند. سختی مسیر میتونه به مشکلات روحی و روانی و گاهی جسمی منجر بشه و حتی در آخرین نمونه متحیرانه شاهد از دست رفتن یک خانواده ایرانی به نام ایرانی نژاد در آبهای دریای مانش بودیم. در برنامه امروز درباره پناهندگان ایرانی گفتگو می‌کنیم. میهمانان این برنامه آقای سیروان منصوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق پناهندگان از ترکیه، آقای بهزاد بهرامی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از فرانسه و خانم فروغ کنعانی، فعال مدنی در حوزه مهاجرت و پناهندگی از آلمان همراه ما هستند تا با هم به وضعیت پناهندگان ایرانی بپردازیم. درود میفرستم خدمت هر سه میهمان برنامه. سوالها رو از خانم کنعانی آغاز میکنم. خانم کنعانی، یک سوال کلی از شما میپرسم. همه ما میدونیم که توی این 41 سال اخیر میزان مهاجرت ایرانیان از کشور بسیار افزایش پیدا کرده. به نظر شما دلایل اون رو چطور میشه بررسی کرد و نظر شما راجع به در واقع دلایل پناهندگی و مهاجرت ایرانیان در این 41 سال اخیر چیست؟ درود بر شما خانم مرادی و بر مهمانان دیگر برنامه. خوشحالم که این فرصت در اختیار من امشب قرار داده شد. در مورد سوالتون، در 41 سال گذشته دلایل مهاجرت و پناهجویی ایرانیان غالبا در دوره‌های مختلف متفاوت بوده. ما اصولا این پدیده رو طبق بررسی‌ها در چند موج به اصطلاح بررسی می‌کنیم. موج اول درست بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 اتفاق افتاد و خب خیلی از کسانی که وضعیت رو دیگه امن نمی‌دیدند مجبور به ترک کشور شدند. موج‌های بعدی به ترتیب در اواخر دهه 60، اواسط دهه 70 بعد از اتفاقات کوی دانشگاه سال 88 و در سالهای اخیر در اواخر دهه 90 به ترتیب اتفاق افتاده و هر کدوم دلایل متفاوتی رو داره. اما به صورت کلی میتونیم اینطور بگیم که هرچه در اوایل سالهای پس از انقلاب بررسی شد، به این میتونیم بگیم پدیده بیشتر پی بردیم که نبود آزادی‌های سیاسی، نبود امنیت جانی و در واقع عدم آزادی‌های مدنی دلیل عمده بود، در حالی که هرچه به سمت سنوات اخیر پیش میایم عمده دلیل مهاجرت و پناهجویی بیشتر رنگ و بوی اجتماعی و حتی اقتصادی میگیره. نداشتن یک افق روشن مالی و اجتماعی، عدم برابری ها و عدم وجود امکانات اجتماعی مناسب برای خانم ها و آقایون یا برای اقلیت های مذهبی یا برای اقلیت های جنسی جزو عمده دلایلی هست که هموطنان ما رو متاسفانه مجبور به جلای وطن میکنه. سپاسگزارم از شما. جناب منصوری، شما در حوزه در واقع پناهندگی و مهاجرت ایرانیان فعالیت بسیار دارین. در وهله اول از شما خواهش میکنم که به ما در واقع تفاوت مفاهیم مهاجر و پناهنده رو و همچنین تفاوت بین پناهجو و پناهنده رو برای ما باز بکنید. بله، با درود بر شما و مهمانان برنامه خانم کنعانی و آقای بهرامی و همچنین مخاطبان این برنامه. پناهندگی خودش یک نوع مهاجرت است. یعنی ما موقعی که از پناهندگی صحبت میکنیم یکی از راه‌های مهاجرت پناهندگی هستش. ما انواع اقسام مهاجران رو داریم. مهاجرانی که به خاطر مسائل اقتصادی مهاجرت میکنن به عنوان مهاجر اقتصادی نام برده میشه. کسانی که به خاطر مسائل جنگی و جنگ‌های داخلی که ممکنه در کشورشون باشه از اونها به آور جنگی یاد میشه و کسانی که بر اساس شروط پنجگانی که کمیساریای عالی پناهندگان و کنوانسیون ژنو مشخص کرده
به کشور دیگری نقل مکان میکنن به خاطر مخاطراتی که در کشور خودشون وجود داره. ما در اینجا دو واژه پناهنده و پناهجو رو داریم که معادله انگلیسیش پناهجو میشه asylum seeker و پناهنده میشه refugee. فرق این دوتا به صورت کلی این هستش که کسی که از کشور خودش خارج میشه و در کشور ترانزیت پناهندگی یا کشور دوم مثل ترکیه یا کشور سوم مثل کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا سکنا میگزینه، تا زمانی که پروندهش بررسی بشه و توسط اگر در کشور ترانزیت باشه مثل ترکیه توسط کمیساریه و در کشورهای دیگر توسط اداره مهاجرت ایمیگریشن اون کشورها مورد تایید قرار میشه، تا اون زمان پناهجو هستش و از زمانی که پروندهش مورد تایید قرار میگیره و در اون کشور به صورت رسمی اقامت میگزینه یا به کشور سوم امن منتقل میشه، عنوان پناهنده رو به خودش میگیره. ممنونم از شما. سوال دیگه که از شما دارم این هستش که اگر پناهنده‌ای در ترکیه پناهندگیش پذیرفته بشه، این پناهندگان به کدام کشور میزبان اغلب میتونن برن و درخواست پناهندگی خودشون رو در واقع قطعی بکنن؟ ببینید، از زمانی که کنوانسیون ژنو 1951 تصویب شده و کشور ترکیه هم به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کشورها دفتر منطقه‌ای UNHCR رو در کشور خودش تأسیس کرده، ما کشورهای پناهجوپذیر، پناهنده‌پذیر رو مثل کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی، عمدتاً اروپای غربی داشتیم. این روند تا سال 2015 به صورت نرمال پیش می‌رفته. از 2015 به علت کوچ‌روی بیش از 1.5 میلیون انسان به سمت مرزهای اروپای غربی، این کشورهای اروپای غربی سهمیه‌شون را از ترکیه قطع کردن. آخرین کشوری که پذیرش گرفت از ترکیه فنلاند بود. کشور آمریکا و کانادا هم بعداً در سال 2016 کشور کانادا قطع کرد و آمریکا هم بعد از اومدن آقای ترامپ یکم محدود کرد، نه که بگیم کاملا قطع کرده، یکم محدود کرده. اما به صورت کلی کشورهای امن کشور سوم به کشورهای اطلاق میشه که در اون پناهنده از لحاظ مالی، از لحاظ جانی و از لحاظ امنیتی تأمین میشه و اونجا دیگه به عنوان بعد از مدتی به عنوان یک شهروند در اون کشور زندگی میکنه. این کشورها همونجور که خدمتتون عرض کردم کشورهای اروپای غربی و خود آمریکا، کانادا و استرالیا بودن. اما الان بعد از تحولاتی که در تغییر قوانین پناهندگی مخصوصا در ترکیه اتفاق افتاده و بعد از اون کوچ 2015 که خدمتتون عرض کردم، تنها کشورهایی که الان پناهنده میگیرن کانادا به صورت خیلی کم، استرالیا به صورت محدود، کشورهای اروپایی از پناهندگان عرب پناهنده میگیرند و ایرانی ها متاسفانه از اولویت بازاسکان مجدد یا همون بحث کشوری خارج شدن. متشکرم از شما. جناب بهرامی، شما مدتی در ترکیه بودین. گفته میشه که در ترکیه حدود 30 تا 35 هزار ایرانی هستند. به نظر شما حدوداً چه درصدی از این پناهجویان واقعاً شرایط لازم رو در کنوانسیون ژنو برای پناهندگی دارن؟ چه درصدی بیشتر به خاطر زندگی دشوار و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از ایران به ترکیه اومدن و درخواست پناهجویی کردن؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و میهمانان گرامی برنامه‌تون. خدمت شما عرض شود که آمار دقیقی نمیشه ارائه داد که چه تعداد از این پناهنده‌ها پناهندگانی هستن که واقعا در کشورشون با مشکلات امنیتی و سیاسی یا مذهبی مواجه بودن و چه تعدادی به دنبال یک زندگی بهتر آمدن. اما به طور کلی وضعیت پناهندگان رو اگر بپرسید، به اعتقاد من کسی که در واقع کشور خودش رو ترک میکنه و به اقلیمی برای پناهجویی میره، اون فرد یک مسیر دشواری رو سر راه خودش خواهد داشت و اساساً من احساس نمی‌کنم که وضعیت هیچ پناهنده‌ای از پناهنده دیگر بدتر باشه. اما در این میان پناهندگان سیاسی و امنیتی و مطبوعاتی به واقع شرایط وخیم‌تر و دشوارتری رو دارن. به این دلیل که مثلا سایر گروه‌های پناهنده مثل پناهنده‌های اجتماعی، خصوصا مثلا دگرباشان جنسی، توسط یک سری سازمان‌های خاص مورد حمایت قرار میگیرن، یا همینطور پناهندگان مذهبی توسط نهادهای مذهبی بعضا ساپورت میشن. مثلا به طور خاص نوکیشان مسیحی از کلیساها حمایت دریافت میکنن و بعضا کلیساهایی هم که در کشورهای همجوار کشور ما هستن به لحاظ مالی از امکانات خوبی برخوردار هستن، یا مثلا جامعه پناهجویی بهایی از محافل بهایی کمک میگیره و به همین ترتیب سایر گروه‌های مذهبی پیروان خودشون رو به نوعی حمایت میکنن. اما متاسفانه هیچ نهاد متولی در خصوص پناهندگان سیاسی،
امنیتی و مطبوعاتی وجود نداره. اما به لحاظ تفاوت این گروه خاص از پناهنده با سایر پناهندگان در اینه، من به عنوان کسی که خودم این رو لمس کردم و باش درگیر بودم، دو تفاوت عمده از دیدگاه من وجود داره. تفاوت اول این که به هر حال اینها در معرض یا در خطر ترور، ربایش و یا حتی مشکلاتی که جمهوری اسلامی به واسطه فعالیتی که بر علیه او انجام میدن برای اینها ایجاد میکنه. و خطر دوم اینه که پناهندگان سیاسی و مطبوعاتی از لحظه ورود به یک کشوری توسط دستگاه‌های امنیتی اون کشور مورد رصد و بررسی قرار میگیرن و اگر چنانچه اون پناهندگان دارای اطلاعات خاصی هم از حکومت باشن، قطعا ممکنه مورد سوء استفاده دستگاه‌های اطلاعاتی قرار بگیرن. و خدمت شما عرض شود که در مورد دیگه همی که من به فراوانی دیدم پناهنده ای رو که توسط سازمان ملل یا کمیسریای عالی پناهندگان موفق به قبولی شده، اما مثلا کشورها از پذیرش و اخذ او تفره رفتن، چرا که احساس میکنن که مثلا برداشتن یک پناهنده ای که در مبارزه با نظام جمهوری اسلامی هست برای اونها هم ممکنه هزینه هایی رو در بر داشته باشه و یا اینکه ارتباطات سیاسی و اقتصادی اون کشورها رو با جمهوری اسلامی دچار یک چالشی بکنه. و به همین دلیل بعضا اگر حتی پرونده ای رو من دیدم که سازمان ملل به یک کشوری ارائه داده، ممکنه اون فرد پناهجوی سیاسی سالها در چک‌های امنیتی اون کشورها قرار گرفته و شاید 2 سال 3 سال 4 سال. آقای منصوری اینو بیشتر از من فکر می‌کنم در جریان هستن و شاید این موضوع باعث میشه سختی‌هایی که یک پناهنده سیاسی مخالف حکومت ایران متحمل میشه از او یک در طی سالیان دراز یک فرد منفعلی رو میسازه که شاید انگیزه مبارزه با جمهوری اسلامی رو از دست میده. من البته نمیخوام به گروه خاصی توهین کنم، اما مثلا من خودم مشاهده کردم افرادی که در ترکیه بودن و اصلا من نمیخوام انگشت روی گروه خاصی بذارم و در واقع فقط به صورت کلی دارم کارشناسی میکنم این موضوع رو. افرادی رو میدیدم که به عنوان رقصنده یا مثلا نوازنده در کلاب‌ها و کاباره‌های ترکیه بودن. من دیدم پرونده هایی که توی 13-14 ماه کانادا اینها رو برداشت و هیچ کیس خاصی هم نداشتن، ولی خب کانادا شاید احساس میکنه هم میتونه یک آماری ارائه بده که من پناهنده برداشتم و همین که در واقع اون رو یک پناهنده کم خطر میبینه برای خودش. و مطلب آخر این که من فکر میکنم کارشناسان سازمان ملل خصوصا کارشناسانی هستن که به واسطه ازدیاد پناهندگان مذهبی و اجتماعی تسلط بیشتری به مباحث کارشناسی مذهبی دارن و شاید به خاطر کم بودن تعداد پناهندگان سیاسی و امنیتی این دسته از کارشناسان خیلی تسلط به اوضاع سیاسی داخل کشور ندارن. به عنوان مثال خود من توسط یک خانم خیلی جوانی داشتم مصاحبه می‌شدم که شاید عمرش کمتر از 3 دهه بود. این خانم 3 روز متوالی من رو مصاحبه می‌کرد و وقتی من از اون شرایط سختی که در ایران برام پیش اومده بود به ایشون میگفتم، بعضا اگه اسم افراد سرشناسی به لحاظ سیاسی در ایران رو میگفتم حتی ایشون نمیشناخت و مثلا افرادی که پرونده‌های بین‌المللی دارن، ناقضان حقوق بشر هستن و در واقع این مشکلات پناهندگان سیاسی و امنیتی هست و تفاوت عمدهشون با سایر پناهجویان. به نوعی شما می‌فرمایید که پناهجویان سیاسی با در واقع حمایت کمتری ممکنه روبرو باشند، برخلاف اینکه بر طبق کنوانسیون ژنو پناهجوی یا پناهنده در واقع کسی است که حیات او با مخاطره و در واقع ممکنه که با مشکلات زیاد روبرو باشه و اون عدم امنیت برای زندگی خودش داشته باشه. این اتفاق برای پناهجویان سیاسی مسلماً خیلی شدیدتر هست، ولی از نظر شما کشورهایی که پناهجو میپذیرند نسبت به پناهندگان سیاسی دست به عصاتر راه میرن. دقیقاً همینطوره. ببینید هم ما پناهندگان سیاسی با حمایت کمتری روبرو هستیم و با مشکلات بیشتری هم روبرو هستیم. درست. و کشورها در واقع به نوعی شاید ماها رو کیس‌های دردسرساز یا کیس‌های پرهزینه به جهت حالا حفاظتی قراره در آینده از ما انجام بشه ما رو در اون سبد میذارن و تمایلی به اینکه ما رو بردارن ندارن. متشکرم از شما. خانم کنعانی، شما در آلمان حضور دارین. وضعیت پناهجویان ایرانی در آلمان چطوره؟ اکثر این پناهجویان در واقع چطور اینها به آلمان میرسن؟ چه مسیری رو طی میکنن و چه عواملی رو به عنوان در واقع علت درخواست پناهندگیشون اعلام میکنند؟
من حدس میزنم که بایستی این سوال رو در یک طبقه بندی زمانی جواب بدیم. ببینید، اگر اجازه بدید من فقط به این پناهجویانی که در 5 سال گذشته با این موج عظیم وارد اروپای غربی شدند بپردازم، برای اینکه خب به اصطلاح مناسبت بیشتری با بحث داره. مادامی که پناهجو هستند متاسفانه وضعیت چندان مطلوب نیست. اولا که همونطور که مهمان عزیز برنامه اشاره کردن، یک مقدار پذیرش پناهجو از کشوری مانند ایران الان در کشورهای اروپایی، حالا به خصوص آلمان که من تقریبا ازش باخبر هستم، با باید شایدهایی مواجه شده، خیلی به راحتی پذیرفته نمیشند و همین باعث اضطراب و افسردگی، مشکلات خیلی خیلی زیادی در عزیزانی میشه، حداقل کسانی که به من مراجعه میکنن یا من باهاشون در تعامل هستم متاسفانه پیش میاد که وضعیت خیلی مطلوبی نداشته باشن. اما وقتی که پناهجو در اینجا به پناهنده تبدیل میشه و به عبارتی اقامتش رو دریافت میکنه، خب کمی اوضاع بهتر هست، کمی اوضاع از لحاظ روانی حداقل امنیت حداقلی برای فرد فراهم میشه و خب دیگه میدونه که میتونه در این کشور حداقل یک دوره زمانی رو تا زمانی که اقامت دائم یا حتی شهروندی این کشور رو بگیره داشته باشه، میتونه کار کنه و میتونه از امتیازات حداقلی حداقل بهره مند بشه، یک چیزهایی برای گذران زندگی داشته باشه و به اصطلاح حق و حقوقی برای خودش قائل میشه. اما اینکه از چه طریقی میان، روش‌های متفاوتی هست. خب خیلی از عزیزان از ترکیه و از یونان موفق میشن خودشون رو به آلمان، حالا با کشورهایی که حالا پناهجو میپذیرند از این دو کشور برسونند. خیلی از این عزیزان بیشتر در همون اوایل، یعنی در 2015 تا 2017 موفق شدن از این طریق میان. اما طبق آماری که من دارم میبینم و میتونم بگم که حالا شاید تقریبا بشه تعمیمش داد، ما در سنوات اخیر بیشتر با کمک متاسفانه قاچاقچی‌های انسان و کسانی که حالا به طرق دیگه ای سعی میکنن فرد رو از ایران خارج کنن و اینجا بیارن، افراد رو داشتیم و یه مقدار روش ها متنوع و متفاوته و خب ما به خاطر این قضیه حفظ اسراری که در آلمان خیلی بهش توجه میشه، خیلی آمار و گزارش ها رو از خود اداره مهاجرت و پناهجویی نمیگیریم، اما به صورت کلی چون یه جورایی میشه ترویج کیس، به خاطر همین احتمالاً اینها سعی میکنن که این اطلاعاتو ندن. اما به صورت کلی اگر بخوام بگم چه کیس هایی ارائه میشه، همون کیس هایی که در واقع کیس های معروف هستن، کیس های به صورت اجتماعی هستن یا سیاسی هستن. کیس های سیاسی غالبا فعالان سیاسی هستن که خب عزیزان به درستی اشاره کردن به چالش ها و مشکلاتی که برای این دسته از افراد وجود داره و در آلمان هم وجود داره. متاسفانه این خیلی قضیه متفاوت نیست، اما کیس های اجتماعی غالبا یا زنانی هستن که مشکلات اجتماعی خاصی داشتن، خانوادگی خاص داشتن، مورد مسائل به اصطلاح ناموسی و مشکلات ناشی از اون قرار گرفتن، یا کیس های اقلیت‌های جنسی و اقلیت‌های دینی هستند، دگرباش‌ها هستند، کلاً خانواده LGBTQ ها خیلی پیش میاد که اینجا باشند. کسانی هستند که مشکلات اجتماعی دیگه ای دارن که در حالا ما در دسته‌بندی سایرین به اصطلاح بررسی میکنیم، چیزهایی که حالا کیس با کیس متفاوته و هر دونه این کیس ها خودش داستان متفاوتی داره و خب این دیگه بستگی به اداره مهاجرت داره و خب متخصصینی که اونا دارن که این کیس ها اینجا پذیرفته بشه، مورد بررسی قرار بگیره یا خیر. به صورت کلی هم ببینید در این چند سال اخیر خیلی متفاوت بوده اینکه اتباع چه کشورهایی هم اومدن در آلمان و تقاضای پناهندگی کردن. ما هر سال، یا حتی بهتره بگم که در نیمه هر سال عدد متفاوتی رو داشتیم. به صورت عمومی مثلا ما شاهد بودیم که یک سالهایی سوریه به خاطر جنگ داخلی که درش اتفاق افتاده بود بیشترین تعداد مهاجر و آواره جنگی رو به اصطلاح داشت که در آلمان اومدن و ساکن شدن و یک اکثریتی رو تشکیل دادن. اما در چند سال گذشته با افزایش مشکلات داخلی، برای مثال در ترکیه ما یک موج عظیمی از پناهنده های ترکیه‌ای رو داشتیم، با اینکه ترکیه به اصطلاح خودش یکی از کشورهایی هستش که پناهجو میپذیره، اما به خاطر مشکلات داخلی سیاسی و اجتماعی که براشون پیش اومد در چند سال گذشته بسیار پیش اومده که موج اول پناهجویی در یک رده‌هایی در آمارها مربوط به ترکیه، افغانستان، عراق، سوریه و خب طبیعتا ایران هم بوده. متشکرم از شما.
آقای منصوری، شما هم در ترکیه حضور دارین. من همین سوال رو در مورد پناهندگان ایرانی در ترکیه میپرسم از شما. اونها چه مشکلاتی اونجا دارن؟ ببینید، اجازه بدید من یه فلشک بزنم به سخنان آقای بهرامی و تایید بکنم بحث ایشون رو. اساساً بحث پناهندگی یک مسئله حقوق بشریه، یعنی ما سوای اینکه کیسای پناهندگی چی هستش همه رو زیر چتر مسئله حقوق بشری قرار میدیم، ولی خب متاسفانه این مسئله مورد سوء استفاده قرار میگیره، هم از طرف کشور ترانزیت پناهندگی و هم کشورهای سوم مقصد پناهندگی، به این صورت که اینها با عملکرد نادرست خودشون افراد رو سوق میدن به سمت کیس هایی برن. چون ما خودمون میدونیم یک واقعیته که همه مشکلات همچنانی در ایران نداشتن. بسیاری از اینایی که تحت عنوان پناهنده به کشورهای سوم منتقل میشن یا درخواست پناهندگی میدن، بیشتر مهاجران اقتصادی یا کسانی هستند که در انتظار شرایط معیشتی بهتر زندگی میکنن. اما این مسئله باعث شده که خود کمیساریات علیه پناهندگان و کشورهای مختلف پناهندگان رو سوق بدن، به صورتی که در سال 2018 آماری که خود کمیساریا منتشر کرده 88% کیس هایی که در اون سال ثبت نام کردن، یعنی افراد پروندهشون مذهبی بوده و از این 88% 83% کیس مسیحیت بوده و این مسئله ای بود که خود کمیساریا به اعتقاد من به اون دامن میزد، چرا که افرادی که با کیس های واقعی یا افرادی که پناهندگان سیاسی و روزنامه‌نگار بودن، اینها سالیان سال در ترکیه میموندن، یا اینکه کشور سوم به علت مسائل و مشکلاتی که آقای بهرامی هم اشاره کرد، کما اینکه خیلی از اونها ممکنه در کشور سوم هزینه‌ای داشته باشن برای اون کشور میزبان، از پذیرش اونها سر باز میزد و این مسئله باعث شده که متاسفانه سمت و سوی کیسا به سمت کیسایی بره که کیسای مسیحیت و کیسای مذهبی. اما راجع به سوال شما، خب عمده مشکلات پناهندگان در ترکیه الان اگر از لحاظ معیشتی در نظر بگیریم، کشور ترکیه به عنوان کشور ترانزیت هیچ گونه کمکی به پناهندگان نمیکنه، نه از لحاظ مالی، و قبلا هم یک بیمه‌ای داشتن پناهندگان، بیمه درمانی، که اون رو هم قطع کرده. متاسفانه از زمانی که اداره مهاجرت به عنوان متولی امور پناهندگی بعد از اواخر 2018 امور رو در دست گرفته، ما شاهد نقض سیستماتیک و همه جانبه حقوق پناهندگان هستیم. ما خودمون در این زمینه 2 نامه فرستادیم، یکی به کمیساریات علیه پناهندگان در ژنو با بیش از 5400 امضا و یکی هم دادگاه حقوق بشر اروپا ECHR با نزدیک 2800 امضا، و از اونها مطالبه کردیم که به علت اینکه در کشور ترکیه نه اراده‌ای هست و نه توانی هست برای دادخواهی از حقوق پناهندگان، ما پناه بردیم به دادگاه حقوق بشر اروپا که از حق ما دادخواهی بکنه. و علت هم این هستش که بعد از تأسیس اداره مهاجرت در ترکیه متاسفانه استاندارد دوگانه‌ای به وجود اومده که اداره مهاجرت نه اون متخصصانی که اونجا هستن وکلای حقوق بشر و وکلای مهاجرت هستن، نه اصولا از مصاحبه پناهندگی سررشته‌ای دارن، و نه اینکه دیدشون نسبت به مسئله پناهندگی دید حقوق بشریه، بلکه بیشتر کشور ترکیه متاسفانه به مسئله پناهندگی به عنوان یک مسئله امنیتی نگاه میکنه و این باعث شده که بسیاری از پرونده های افراد مخصوصا سیاسی و روزنامه‌نگاری که حتی از کمیساریای علیه پناهندگان هم قبولی داشتن، اینها رو رد بکنه. و این خودش هم اگر اجازه بدین من میخوام یه مقدار تاکید بکنیم روی اینکه اصلا چرا در واقع اداره مهاجرت ترکیه به جای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان وارد عمل شد. چه اتفاقی افتاد که این تصمیم گرفته شد؟ کمیساریات پناهندگان از زمانی که تأسیس شده و دفترش در ترکیه، دفتر منطقه‌ایش در ترکیه تأسیس شده، اینها در یک توافقی با دولت ترکیه بودن، یک توافق 50 و چند ساله، و اینها چندین مدت تموم شده، دوباره تمدید شده. در اواخر 2018 اینا دیگه تمدید نمی‌کنن، اداره مهاجرت تأسیس میشه و متاسفانه خود کمیساریا هم در یک نقض سیستماتیک و در نقض قوانین بین‌المللی پرونده بسیاری از افرادی رو که حتی قبولی داشتن اداره مهاجرت منتقل کرده، در حالی که ما در سازوکاری اون افراد قبول شدن که اون سازوکار کاملا با سازوکار اداره مهاجرت فرق کرده، فضا فرق کرده، استانداردها فرق کرده و اون نرم هایی که حداقل نرم هایی که برای دریافت پناهندگی بوده کامل متفاوت بوده. من حتی خودم به شخصه در مقاله‌ای که در روزنامه گتستون آمریکا منتشر کردم این نقض‌های حقوق پناهندگان رو به صورت کامل بهش پرداختم، ولی متاسفانه به همون دلیلی که قبلا هم گفتیم، با بهرامی هم اشاره کرد، ما خودمون هم اینجا دست به عصا حرکت می‌کنیم. من به عنوان یک روزنامه‌نگار مجبورم خودسانسوری بکنم، چرا که زیر ضریبین دولت ترکیه هستم، زیر ضریبین نهاد امنیتی هستم. خود کمیساریا اینجا
متاسفانه چشم خودش رو بر اون نقض گسترده بسته. حتی قانون حفاظت بین‌الملل 6458 که خود ترکیه متعهد بوده که از حقوق پناهندگان دفاع بکنه، اون رو هم زیر پا گذاشتن و ما متاسفانه حتی بوده مثلا به عنوان مثال میتونیم به روزنامه‌نگاری مثل آرش شعاشق در ترکیه اشاره بکنیم که چندین سال پیش ناپدید شدن، یا کسانی که دیپورت شدن و الان بسیاری از افرادی که حتی قبولی دارن اینا حکم ترک خاک خوردن و حکم دیپورتی خوردن و این کاملا نقض قانون هست، هم قوانین بین‌المللی هم قوانین داخلی خود ترکیه. اما کمیساریه هم اینجا هیچ گونه توجهی نمیکنه و پناهنده و پناهجو اینجا در یک دور باطلی، در یک بازی بین اداره مهاجرت و کمیساریه علیه پناهندگان بازی داده میشن به نحوی که بسیاری از به نظر شما آیا نباید خواهش میکنم بفرمایید کنم در خدمتتون هستم، بسیاری از این افراد به اداره مهاجرت که مراجعه میکنن به UNHCR پاسدار میشن، به UNHCR که زنگ میزنن میگن امور دست اداره مهاجرته و اونها بایستی تصمیم بگیرن. اما متاسفانه اینجا هیچ کشوری و هیچ نهاد حقوق بشری هم که مدافع حقوق پناهندگان و حقوق بشر هستن دفاع نمیکنه. پناهنده اینجا متاسفانه تنها مونده مجبور دست خالی با اتکا به خودش و نیروی خودش و انرژی خودش از حقوق خودش دفاع بکنه، اما این کافی نیست. درسته. جناب منصوری، من البته این رو اشاره بکنم که UNHCR همون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هستش که امروز اداره مهاجرت ترکیه جای اون رو گرفته. به نظر شما آقای منصوری نیاز نیستش که ما یه مقدار فکر بکنیم به این که ترکیه مبدأ چه گروه و یا چه ملت هایی است که مهاجر میفرستن و شاید روی این قضیه بشه فکر کرد که مثلا ترکیه شاید اونجا بیشتر مهاجران ایرانی یا پناهجویان ایرانی یا افغان و یا از منطقه خاورمیانه داریم. همونطور که توی برنامه هم در واقع یکی از میهمانان فرمودند که اروپا بیشتر پناهندگان عرب رو میپذیره که شاید از کشورهای عرب آفریقایی میان. ببینید همین الان که من با شما صحبت میکنم در همین ترکیه و از طریق کمیساریا ما پذیرش کشورهای سوئیس، هلند، آلمان، دانمارک و حتی فرانسه رو داریم. یعنی کسانی بودن که من خودم باهاشون در ارتباط بودم، نه اینکه شنیده باشم. و حتی خود استرالیا، آمریکا، ایرانیان متاسفانه از اولویت بازرسان خارج شدن و من اینجا توضیحی رو بدم. بسیاری از افراد فکر میکنن که بعد از اومدن آقای ترامپ این مسئله اتفاق افتاده. من نه مدافع آقای ترامپ هستم و نه اینکه میخوام از ایشون دفاع بکنم، اما حقیقت ماجرا این نیست. بعد از کوچ مهاجرت پناهندگان به سمت اروپا که بیش از 1.5 میلیون انسان به سمت مرزهای اروپای غربی رفتن، عملا کشور اروپای غربی مرزهای خودشون رو به روی پناهندگان بستن و گفتم همونجوری که خدمتتون عرض کردم آخرین کشوری که سهمیه گرفت از کشور ترکیه در سال 2017 کشور فنلاند بود. اینها جدیداً دوباره سهمیه میگیرن از ترکیه، اما ایرانی رو بر نمیدارن و به ندرت و اون کیسایی هم که برمیدارن یا بیشتر کیس‌های گروه‌های جنسی هستش LGBT و یا کیس‌های خاص و عموما ما ندیدیم مثلا روزنامه‌نگار یا پناهنده سیاسی یا حتی کیس‌های مسیحیت رو بردارن. آمریکا به ندرت برمیداره، اما پناهندگان سوری و عرب و عراقی و همچنین افغان اینها در اولویت قرار گرفتن. همین امسالی که ما الان درش هستیم و هنوز تموم نشده، طبق آمار خود کمیساریا بیش از 4000 خودی فقط پناهنده سوری به کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا منتقل شدن، یا 3000 خودی عراقی، 1000 خودی افغانی. اما متاسفانه ایرانی ها کمتر از 100 نفر، کمتر از 100 پرونده پناهندگی منتقل شده و این با هماهنگی کشورهای پناهنده پذیر و کمیساریای عالی پناهندگان هست. چرا که ما موقعی که با کمیساریا ارتباط میگیریم که چرا شما پرونده های ایرانی رو به کشورهای پناهنده پذیر نمیفرستین، با این توجیه که این کشورها پرونده ایرانی رو نمیگیرن سر باز میزنن، اما هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی مثلا واسه کشور کانادا یا اروپا فرقی نمیکنه که این پرونده که شما میفرستین عرب ایرانی، شما موقعی که پرونده رو بفرستین اون کشور قبول میکنه. و این یک سیاستی هست که متاسفانه ترکیه که خودش UNHCR که خودش متولی دفاع از حقوق پناهندگان خودش پیش قدم شده در این نقض سیستماتیک حقوق پناهندگی و کشور ترکیه هم خب این دامن زده، مخصوصا بعد از اومدن اداره مهاجرت. منتها ما کماکان در حال مکاتبه هستیم، در حال نامه‌نگاری هستیم، پتیشن امضا می‌کنیم، با کشورهای اروپایی، با پارلمان‌ها، با افراد تاثیرگذار ارتباط می‌گیریم، ولی اینها کافی نیست. ما نیازمند حمایت همه‌جانبه نهادهای حقوق بشری
افراد متخصص، افرادی که دخیل هستن در این امور، همه باید دست به دست هم بدیم دوباره اون بحث پناهندگان ایرانی در ترکیه دوباره بولد بشه و بیاد بالا. متشکرم از شما آقای منصوری. جناب بهرامی، میدونیم که در 2 دهه نخست جمهوری اسلامی ده‌ها تن از تبعیدی‌ها و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در اروپا به قتل رسیدن. اخیراً هم دولت‌های اروپایی جمهوری اسلامی رو متهم به ترور یا تلاش برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی کردند. وضعیت امنیتی پناهنده‌ها و فعالان سیاسی مقیم کشورهای غربی رو چطور می‌بینید؟ ببینید، متاسفانه حفاظت امنیتی خاصی از پناهندگان سیاسی یا افرادی که در خارج از کشور بر علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنن و اقدام میکنن وجود نداره. در گواه صحبت هم همونطور که خودتون اشاره کردید، دست کم در سال گذشته 3 آدمربایی و 3 ربایش افراد سیاسی رو جمهوری اسلامی داشته و حتی ترورهایی رو هم داشته و به تازگی حتی ترور به کانادا هم رسیده. در مورد خود من که در واقع با خوششانسی امروز در خدمت شما هستم، در واقع بعد از سوء قصدی که به من شد، پلیس ترکیه یک در واقع تمهیداتی رو اندیشید، اما میتوانست اتفاق خیلی بدتری هم بیفته. ببینید، تنها حفاظت فیزیکی البته ملاک نیست. ما نمیتونیم این توقع رو از کشورهای غربی داشته باشیم که برای هر روزنامه‌نگار، هر پناهنده امنیتی سیاسی یک محافظ بذاره. در واقع اون مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی باعث شده که دستگاه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور هدف‌های خودش رو شناسایی کنه و به راحتی اونها رو حذف کنه. خدمت شما عرض شود که مثلا ببینید در موضوع همین عاشورای تورنتو، زمانی که اون عوامل حکومت جمهوری اسلامی مخالفین رو تهدید میکردن که ما به واقع تهدید میکردن صراحتا، و اگر یک برخورد جدی توسط پلیس کانادا یا دستگاه امنیتی کانادا با اون در واقع افراد انجام میشد، طبیعتا اتفاقات این چنینی نمیافتاد. و حالا بعضا حفاظت که هیچ، بعضی وقتا ما دیدیم که بعضی کشورها در واقع حذف مخالفین جمهوری اسلامی با خود جمهوری اسلامی همکاری هم میکنن. شما الان نگاه کنید، مثلا سرنوشت آقای کعبی، سرنوشت آقای زم یا حتی آقای عادل بهرامی به کجا رسیده شد؟ دیپورت شد از ترکیه به ایران فعال کرد و خیلی موارد دیگه که شاید امروز یاد من نباشه و خودتون مستحضرید. حتی زمانی که ما به عنوان یک تیم روزنامه‌نگاری آمدیم در خصوص عوامل جمهوری اسلامی، ما در کانادا مقاله نوشتیم، کار کردیم. دستگاه اطلاعاتی کانادا خود شخص من و اون تیم رو تحت فشار گذاشته بود که راجع به عوامل جمهوری اسلامی که بعضا در دستگاه امنیتی هم بودن کار نکنیم. و حتی چوبلای چرخ پناهنده‌ای که بخواد در این خصوص کار کنه میذارن، بعضا مصاحبهش رو 3 سال 4 سال 5 سال عقب میندازن. نه، هیچ دستگاه، هیچ امنیتی وجود برای پناهنده نداره و باز هم تاکید میکنم که این توقع هم توقع شاید به جایی نیست که برای هر پناهنده‌ای یک محافظی بذارن. میخوام اشاره کنم به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی در فکر میکنم دهه 70 میگه که خود سفیر سوئیس به هاشمی رفسنجانی میگه که توسط اروپایی‌ها تحت فشار هستیم بابت این دستگاه‌ها و تجهیزات وزارت اطلاعات و سپاه قدس. هاشمی رفسنجانی خودش در خاطراتش صراحتاً میگه که من دستور میدم که جمعشون کنن. یعنی شما ببینید در یک مقطعی فشارهای اروپا و امریکا به قدری زیاد میشه به جمهوری اسلامی که تا حدودی این روند حذف مخالفین در خارج از کشور متوقف میشه. اما مجددا طی سالهای اخیر و با تحرکاتی که در داخل صورت گرفته، خصوصا بعد از دی ماه 96 و آبان ماه، جمهوری اسلامی احساس خطر بیشتری داره و سعی در این داره که در دل مخالفین خودش یک رعب و وحشتی و ترسی رو بیاندازه. ممنونم از شما. بله، رسیدگی به چنین امور بسیار حساس هست و فکر می‌کنم که نیاز به مطالعه و بررسی و تحقیق خیلی زیادی داره. از شما در مورد امور فرهنگی و در واقع همسان شدن مهاجران و پناهجویان ایرانی در جامعه و کشورهای غربی میپرسم. آیا پناهجویان ایرانی در کشورهای غربی با یک شکاف فرهنگی با جامعه میزبان روبرو میشن؟ این رو نسبت به سایر پناهجویان از شما میپرسم. اگر پاسختون مثبت هست، این شکاف فرهنگی بیشتر شامل چه عناصری میشه؟ چقدر بزرگه؟ آیا پناهجویان ایرانی
قادر هستن این شکاف رو پر بکنن؟ ببینید کلا شکاف فرهنگی که خب وجود داره، کلا کشورهای دنیا علیرغم تمام تشابهاتی که بینشون وجود داره، بین فرهنگ ها، بین انسان ها، کلا به عنوان پایه های هر جامعه و افراد هر جامعه، اما در این حال ما شاهد تفاوت هایی هستیم. غالبا این تفاوت های فرهنگی برای فرد مهاجر، چه پناهنده چه مهاجر چه حتی مسافری که طبق تعریف سازمان مهاجرت جهانی IOM میتونه بین دسته‌بندی مهاجرت اصلا مهاجرین قرار بگیره، براش پیش میاد غالبا این شوک فرهنگی هست. ببینید اتفاقی که در زمان مهاجرت میفته اتفاقی هست که من میتونم اسمش رو آشنایی زدایی بگذارم. شما وارد فضایی میشید که هیچ چیز آشنایی ندارید، نه عطر و بوها آشنا هستن، نه غذاها، نه زبان، نه معماری، نه چهره ها. رنگ پوست ها عوض میشه، رنگ موها عوض میشه، قد و هیکل ها حتی تغییر میکنه. میگم علیرغم تشابهات فرهنگی که خب با مرور زمان انسان موفق به کشفش میشه، شما با یک پدیده مواجه میشید که ناگهان از تمام چیزهایی که مثبت یا منفی اما برای فرد آشنا بودند دور میشه و خب طبیعتا این نوعی حالت غم رو میگیره که ما تحت عنوان تروما یا اندوه بعد از مهاجرت باهاش برخورد میکنیم و معتقد هستیم که نیازمند تراپی و حمایت‌های روانشناختی هستش. بله مهاجران ایرانی هم به شکاف‌های فرهنگی میخورند، اما این شکاف‌های فرهنگی برای اینکه ببینید فرهنگ ایرانی به گونه‌ای هستش که برخلاف فرهنگ بخشی از اعراب که مذهب و فرهنگشون در واقع یک چیز هست و از هم جدا نیست، یعنی اسلام فرهنگشون هم هست، اعیادشون هم هست و تمام مسائل مربوط به فرهنگشون بر پایه اسلام هست. در ایران حالا این به این ترتیب نیست. ما خودمون رو مثلا خیلی اونقدر که ایرانی بیشتر وقتا میدونیم اونقدر مسلمان نمیدونیم. خیلی وقتا میبینیم که مثلا نوروز برای اکثریت ایرانی ها، حتی برای اون دسته‌ای که خودشون رو مذهبی میدونن، مهمترین عیده و اینها عیدهای ملی هست و نه مذهبی. بنابراین ما اینجا غالبا اون شوک مذهبی رو نمیبینیم، چیزی که تو کشورهای دیگه برای مثال عزیزان افغانستانی بیشتر باهاش مواجه هستن و بیشتر سعی میکنن که حفظش کنن. البته من دارم راجع به عموم صحبت میکنم و نه همه افراد. این یک در واقع جنرالیزیشن، یک تعمیم کلی هست. چیزی که اعراب باهاش مواجه میشن و باز هم همونطور که گفتم سعی میکنن به سختی ازش محافظت کنن یا حتی تو مواجهه به مشکل گاهی برمیخورن، برای ایرانی ها پیش نمیاد، به خاطر اینکه این تفکر مذهبی چیزی هستش که خیلی از ایرانی ها اصلا در ایران هم دارن سعی میکنن باهاش مبارزه کنن و اصلا چه بسا همین علت مهاجرت باشه. اما اینکه چطور باهاش کنار میان، ببینید ما خیلی به کرات این کلیشه رو، حالا من میگم کلیشه برای اینکه من فکت مکتوبی نمیتونم الان الزاما اینجا بیارم، حالا اسمش رو میذاریم کلیشه. خیلی شنیدیم که ایرانی ها مهاجرهای موفقی هستن. خب این درسته، به خاطر اینکه به راحتی یاد میگیرن چطور خودشون رو با شرایطی که وجود دارن اداپت کنن، به اصطلاح منطبق کنن و یاد میگیرن به سرعت که چطور با کار، با درس و با روش هایی که در واقع یه مقدار شما رو در جامعه بیشتر حل میکنه، خودشون رو از این غم به اصطلاح غربت یا از این شوک فرهنگی دور کنن و نجات بدن. خیلی از مواقع پیش میاد که نیازمند حمایت‌های اضافه‌ای هستند. بین زن و مرد مشکلاتی پیش میاد، در خانواده بین بچه‌ها و نسل‌های مختلف ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه، اما به صورت کلی این چیزی که من میبینم، مشاهدات من در این 6-7 سالی که کار میکنم بهم نشون داده که خانواده‌های ایرانی بسیار قدردان شرایط مهاجرتشون هستند و بسیار خوب موفق میشن که این قضیه رو در خودشون حل کنن. یعنی کاملا اینطور به نظر میرسه خانم مرادی، من میخوام توضیح بدم که خانواده‌های ایرانی انگار میدونن دورنماشون چیه و میدونن که میخوام به چی برسن و خب به درستی دنبال اون میرن. هرچند که بایستی اینو اضافه کنم، ما راجع به اقشار متفاوت یک جامعه صحبت میکنیم. ببینید در مهاجران عرب، در مهاجران افغانستانی، در مهاجران اروپای شرقی هم ما افرادی داریم با بک‌گراندهای مختلف و زمینه‌های مختلف از نظر تحصیلی، اجتماعی، فرهنگی، و ما نمیتونیم کلیگویی کنیم و بگیم همه ایرانی‌ها در این قالب خودشون رو قرار میدن یا همه عرب‌ها قرار نمیدن. نه، این اینطور قطعا نیست. این کاملا یک حرف غیر علمی و ناصحیحی خواهد بود. اما به صورت کلی برای اگه بخوام یک حالا برداشت کلی بکنم، میتونم بگم ایرانی ها
به خصوص کسانی که سابقه تحصیل دارن خیلی راحت‌تر در جامعه به اصطلاح اینتگره میشن و میتونن خودشون رو حل کنن از لحاظ فرهنگی و اجتماعی. بقیه هم راهش رو پیدا میکنن، یعنی مانند بقیه پناهنده ها به هر حال یاد میگیرن، مانند بقیه مهاجرین. و تا جایی که من میتونم جمع بندی کنم میتونم بگم که واقعیت اینه که میشه گفت شاید با درصد قاطعیت بالایی که ما مهاجران موفقی داریم، ولو غمگین، ولو همیشه دلتنگ، اما تا حد زیادی منطبق با استانداردهای جامعه‌ای که درش زندگی میکنن. صحبت‌های شما خانم کنعانی این اندیشه رو به ذهن من متبادر کرد که ایرانی‌ها کلاً در درازنای تاریخ خودشون افراد و انسان‌ها و ملتی بودن که خیلی سریع با شرایط خودشون رو سازگار میکنن، چه از زمان حمله اعراب بگیریم، چه در مهاجرت‌های مختلف، چه حکومت‌ها و حملات مختلف. و خب این یک جاهایی به نفعشون بوده و یک جاهایی هم مسلماً به ضررشون بوده. ممنونم از شما. کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. از میهمانان خواهش میکنم که پاسخهای خودشون رو کوتاه بفرمایند. آقای منصوری، بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی که مقیم کشورهای اروپایی هستند چند ساله که دیگه به ترکیه سفر نمی‌کنند، چرا که اونجا رو ناامن میدونن. میدونیم که تو این چند دهه اخیر هم چند تن از مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه توسط عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و یا چندین پناهجوی ایرانی هم توسط دولت ترکیه به ایران دیپورت شدن و بازگشت داده شدن و بعضیاشون هم که نهایتا زندانی و یا حتی اعدام شدن. آیا میشه گفتش که ترکیه حیات خلوت جمهوری اسلامی هست؟ آیا این مخالفان سیاسی قربانی همکاری سرویس‌های امنیتی ترکیه و جمهوری اسلامی هستند؟ من ترجیح میدم این سوال رو بعداً بس امنیتی هست از آقای بهرامی بپرسید، چون ایشون بیشتر تو این زمینه است. شما اگه در مورد مسائل پناهندگی بیشتر از من یعنی پس بپرسید من بهتر میتونم صحبت بکنم. خواهش میکنم. پس اگر که آقای بهرامی آمادگی پاسخ دادن به این سوال رو دارن، من این سوال رو از ایشون میپرسم. ببینید، نمیشه گفت که ترکیه حیات خلوت در واقع جمهوری اسلامیه و هم نمیشه رد کرد این صحبت رو. به هر حال یه تبادلاتی بین دستگاه اطلاعاتی امنیتی همه کشورها وجود داره و بسیارانی هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع دیپورت شدن به ایران و به هر حال دستگاه اطلاعاتی خیلی راحت میتونه عوامل خودش رو وارد ترکیه کنه. نگاه کنید مثلا در پرونده های حمید نوری که از عوامل کشتار 67 بود، وقتی که وارد سوئد اومد دستگاه قضایی سوئد با نهایت اقتدار با این برخورد کرد. بیش از 1 سال هست که به همت جنبش دادخواهی الان ایشون در زندان هست. اما در ترکیه عوامل جمهوری اسلامی، اگر اشاره کنی به مصاحبه‌ای که آقای فلاحیان با آقای دهباشی داشت که میگفت عوامل اطلاعاتی با پوشش‌های مختلف وارد در واقع کشورهای دیگه می‌شدن، یا حالا پوشش خبرنگار یا فعال حقوق بشر. خب ترکیه سهل الورودتر هست، خب بخشش رو میتونن در اونجا حذف فیزیکی کنن مثل آقای سعید کریمیان یا آقای مسعود مولوی و بخشش رو هم میتونن مورد ربایش قرار بدن. و در بسیاری از موارد هم من چیز اطلاعات دقیقی ندارم، اما به هر حال شنیدم که مبادلاتی بین کشورها وجود داشته و فکر می‌کنم خصوصا در خصوص پرونده آقای شواشر این اتفاق افتاد. درسته. نظر شما در مورد اینکه خب بسیاری از ایرانیان که نهایتاً وارد میتونن پناهندگی سیاسی کشورهای اروپای غربی رو بگیرن، اینها در واقع بسیارشون وارد میشن و ازشون شاید مثلا به صورت جدی انتظار بره که به فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی بپردازن و بتونن کمک بزرگی برای مردم داخل کشور باشن. به نظر شما این افراد بعد از ورود به اروپا با توجه به اینکه فعال سیاسی بودن و با کیس سیاسی تونستن پناهندگی بگیرن، آیا نقش خودشون رو به عنوان یک ایرانی در مبارزه با جمهوری اسلامی ایفا میکنند؟ ببینید، خب تعداد بیشماریشون بله واقعا به مبارزهشون دارن ادامه میدن، اما اینکه آیا تا چه حد این مبارزات موفق هست و جواب داده، من خیلی در واقع امتیاز خوبی رو به این نمیدم. حالا دلایل متعددی داره. شاید از دیدگاه من نبود یک رهبر سیاسی توانمند که بتوانه گروه‌های مختلف مخالف رو همسو بکنه یک علتش میتونه باشه. و باز هم برمیگردم به مطلب قبلی، نفوذ اتاقهای فکر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیت جمهوری اسلامی در بین مخالفان خودش باعث در واقع چند دستگی شده. اساسا من معتقدم که تک صدایی اندیشه رو کور میکنه و آنچه که امروز باعث شده که مخالفین حکومت نتوانند
اونطور که باید و شاید با داخل هماهنگ عمل بکنن، در حتی اون قیام‌های خودجوشی که مردم دارن، شاید نبودن یک اتحاد و انسجام کافی است. متشکرم از شما. بخش پایانی برنامه رو من ترجیح میدم که با آقای منصوری اختصاص بدم. شما در ترکیه هستین، اونجا مرکز پناهندگان ایرانی هست، پناهجویان ایرانی هست. اگر که نکته پایانی و یا تکمیلی دارین، وقت در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی متشکرم. من ترجیح میدم که در مورد راههای برون رفته از این بحثی وضعیتی که پیش اومده صحبت بکنم. ما به خاطر اینکه بتونیم از این مسئله خارج بشیم، ما احتیاج داریم که در دو مسیر حرکت بکنیم. یک بحث سخت افزاری هست و یک بخش نرم افزاری. سخت افزاری به این معنی است که ما بتونیم تجمعات، اعتراضات و تظاهرات، البته به صورت مسالمت آمیز قانونی در چارچوب قوانین دولت ترکیه رو ما بتونیم مثلا جلوی کمیساریا، دفتر کمیساریا یا در شهرهای مختلف انجام بدیم و به این صورت اعتراض بکنیم نسبت به نقض حقوق پناهندگان و صدای خودمون رو حداقل به افکار عمومی داخل ترکیه برسونیم. و از لحاظ نرم افزاری هم میشه با مکاتبات، مراودات، نوشتن نامه‌ها، تومار، امضا جمع کردن پتیشن و کمک خواستن از افراد، نهادها و سازمان‌هایی که متولی این امور هستن یا ممکنه بتونن لابی بکنن در جهت پذیرش این پرونده‌های پناهندگان. حداقل کسانی که سالیان متمادی در ترکیه زندگی میکنن، بیش از 6-7 ساله و اینها قبولی کمیساریا رو دارن و خیلی راحت میشه با مکاتبات، مخصوصا کسانی که در کشورهای اروپایی هستن، میشه با صحبت با پارلمانترها، احزاب اپوزیسیون و رسانه‌ها مسئله پناهندگان ترکیه رو دوباره به سطح بحث‌های روز آورد و اونجا مطرح کرد، به صورتی که بشه حداقل ما انتظار نداریم که همه رو بتونیم از ترکیه نجات بدیم، ولی حداقل یک جوری بشه کسانی که سالیان متمادی در اینجا موندن، اینها بتونن به اون کشورها منتقل بشن، مخصوصا از قشر فعالین سیاسی، روزنامه‌نگار و فعالان حقوق بشری که مخصوصا در وضعیت کنونی موندن بیش از حد در ترکیه هم شاید دیگه به صلاح نباشه. خیلی متشکرم از شما. میهمانان دیگر، خانم کنعانی، اگر شما نکته پایانی دارین میشنویم. خیر، من ممنونم از شما. متشکرم از شما. متشکرم از میهمانان این برنامه، خانم کنعانی، جناب آقای منصوری و آقای بهرامی. این برنامه رو با یک شعر کوتاهی از خسرو فرشیدورد به پایان میبریم. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست، آن کشور نو، آن وطن دانش و صنعت، هرگز به دلانگیزی ایران کهن نیست. سپاسگزارم از توجه شما و تا برنامه و چالشی دیگر، بدرود.